کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بحران بشری افغانستان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید می شود. UNHCR در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه 29 اپریل منتشر کرده گفته که صدها هزار افغان به زور به سوی خطر بازگردانده می شوند. این اداره افزوده است که پس از اول ماه اپریل حداقل 250,000 افغان به کشورشان بازگشته‌اند که از این تعداد حدود 96,000 نفر به طور اجباری اخراج شده اند. UNHCR نگرانی خود را در امور سرنوشت زنان و دخترانی که تحت حکومت طالبان با ظلم و ستم فزاینده روبرو هستند ابراز کرده است. در این اعلامیه با نقل از بابر بلوچ سخنگوی این اداره آمده است که آنها با محدودیت‌های فزاینده در زمینه اشتغال، تحصیل و آزادی رفت آمد مواجه هستند. UNHCR گفته است که علاوه بر زنان و دخترانی که با اخراج اجباری روبرو شده اند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی مذهبی نیز از جمله کسانی هستند که در افغانستان با خطرات جدی روبرو هستند. این اداره همچنان به نقل از بابر بلوچ گفته است که بازگشت گسترده افغانها فشار بیشتری را بر کمک بشر دوستانه موجود وارد کرده و این کمک در حال حاضر برای تأمین نیازهای میلیون ها نفر در افغانستان بسنده نیست.